سلام دوستای گلم، چطورین؟ خوش اومدین به کانال محمد ساکر. امروز میخوام بزرگترین چالش لایو فوتبال براتون نمایش بذارم. من تیم پی اس جی انتخاب کردم، بزرگترین فوق ستاره‌های دنیا مسی، رونالدو، امباپه، نیمار رو دور هم دیگه جمع کردم. مسی تکنیک فوق‌العاده‌ای که داره، رونالدو قدرت سرزنی بالایی داره، امباپه سرعت خارق‌العاده‌ای داره، نیمار تکنیک عالی داره. هر کدوم از اینا قرار تو زمین قدرت نمایی کنن. حالا به نظر شما دوستای گلم بهترین گلزن این بازی کی میشه؟ نظرتون رو تو کامنت ها بگید. بریم با هم لایو شروع کنیم. وای بچه ها اینجا رو، این چه گرافیک فوق العاده ای داره. انصافا ای فوتبال 2020 ترکونده. میریم سراغ بازی. ونگایک پاس میده به آرنولد. امباپه توپ ازش میزنه. یک آلیستر، ماتیاس دلیخت، وندایک پاس میده به آلیستر، ماتیاس دلیخت پاس میده به آرنولد. وندایک توپ نیمار رو میزنه. ماشاءالله وندایک عالیه پسر. برونو فرناندز پاس میده به کلیان امباپه تو ازش میزنن. توپو میگیره، پاس میده به لیونل مسی، عشق من مسی پاس میده به امباپه. وای نزدیک بود گل بخوری. ماشاءالله نیمار چی تکنیکی داره بچه ها. وای قدرت حمله توپ عالی داره. مسی ماشاءالله مسی ماشاءالله. وای گل نشد. مسی کورنر قرار بزنه. چه سانسان میکنه، دروازه‌بان میگیره. ونداک پاس بده دیگه. آلیستر آلیستر جنای بازی رو عوض میکنه، پاس میده به امباپه ماشاءالله. با پاس کریستالات که توپو میزنه. نیمه اول بازی تموم شد. بریم سراغ نیمه دوم. آلیستر، برونو فرناندز پاس میده امباپه پاس میده به برونو فرناندز. آرنولد حالا پاس میده امباپه برو به سر. ماشاءالله پسر، ماشاءالله پسر. ای تو پشت زدم تو روحت. ونداک ماشاءالله پسر. پاس میده مسی پاس میده نیمار جونیور. برو ببینم چی کار میکنی. کریستیانو پشت زدم. برونو فرناندز
مک آلیستر پاس میده نیمار جونیور. نیمار پاس میده برونو فرناندز. آرنولد بیا توپ ازش بگی آرنولد. ماشاءالله پسر. مسی جلو بازی رو عوض میکنه. نیمار چه امروز تو فرم نیستی پسر. واه از این گل بخوریم. دوناراما باید بازی رو آغاز کنه. پاس میده برونو فرناندز مسی. کریستیانو جلو بازی رو عوض میکنه. پاس میده امباپه. کلیان امباپه. وای مسی شوت میزنه. کورنر میشه. مسی داشت قدرت نمایی میکرد که توپش رو قطع کردن. بریم تعویض کنیم. والورده رو بیاریم داخل. مسی پاس کوتاه میده در فیل پودن. مسی فیل پودن و گل. فیل پودن. مسی چه پاسی داد. مسی باز هم داره قدرت نمایی میکنه. چه پاسی داد. فیل پودن. چقدر تو خوبی پسر. مسی والورده وانداک رابرتسون وانداک دوناروما. پاس میده برونو فرناندز. والورده توپشو میزنه. وای از گل بخوری. بازی رو بردیم بالاخره. بدون شک پادشاه این بازی مسی بود با پاس گل خوبی که داد. این با سراغ بازی بعدی اینتر میلان. ببینیم مسابقه پی اس جی با یاران مهدی طارمی به کجا ختم میشه. بازی شروع میشه.
ماشاءالله امباپه پاس میده برونو فرناندز. پاس به نیمار. نیمار به گل. گل نیمار. تازه موتور گلزنیش روشن شده. نیمار. نیمار تو چقدر خوبی. چه گلی میزنه نیمار جونیور. ببینید سلام هستن رو نیمار یه نفر جا میزه و گل میزنه. ماشاءالله پسر لیون مسی. مسی هم میخواد قدرت نمایی کنه تو این بازی. کریستیانو برونو فرناندز. مسی منطقه بازی رو عوض میکنه. پاس میده نیمار جونیور. نیمار جونیور میزه تو به امباپه. امباپه پاس میده برونو فرناندز. توپشو میزنن. امباپه هم نزدیک بود پاس گل بده و قدرت نمایی کنه. مسی برو عشق من. مسی بود چه پاسی میده به نیمار. منطقه بازی رو عوض میکنن. تو قطع میکنه یارانه مهدی طارمی. مسی عشق من. کورنر نمیخواد بزنه. برونو فرناندز. نیمار جونیور پاس میده تو بر امباپه. بزن گلو. کلیان امباپه. کلیان امباپه چه گلی میزنه. امباپه هم قدرت نمایی میکنه تو این بازی. نیمار جونیور چه پاس تو فرستاد برای امباپه و امباپه گلش کرد. بدون شک تا اینجای کار پادشاه این بازی تا این لحظه نیمار و کلیان امباپه بودن. ببینیم آیا موتور مسی و کریستیانو هم روشن میشه و پاشون به گلزنی باز میشه. بندال با سینما ماهستی از تاریخ بندال منطقه بازی رو عوض میکنه. پاس میده به آرنولد. رابرتسون پاس میده بنداک بده به مسی. کریستیانو پاس میده به آرنولد. رونالدو پاس میده برونو فرناندز پاس میده به مسی. مسی برو توپشو زدن. کریستیانو پاس میده به کلیان امباپه به کلیان امباپه. کریستیانو که پاسی داد به کلیان امباپه. امباپه داد قدرت نمایی میکنه تو این بازی. کریستیانو چه پاس تو عمق فرستاد. چقدر تو خوبی کریس.
مارکوس تورام، لیونل مسی پاس میده نیمار جونیور. چه تکنیکی بچه ها اینجا، چه تکنیکی داره نیمار. وای نیمار تو بشه میزنن. ماشاءالله وندایک. دوناروما پاس میده نیمار جونیور. جای پاس میده برونو فرناندز. مک آلیستر پاس میده دوناروما. وندایک پاس میده به رابرتسون. مک آلیستر پاس میده برونو فرناندز. پاس میده مسی. زیر عوض کن برو ببینم امباپه. وای تو پیشه گرفت. امباپه میخواست تو این بازی هتریک کنه که توپشو دروازه‌بان اینتر سومر قطع کرد. مهدی طارمی بالاخره آمد داخل. باید ببینیم مهدی طارمی چی کار میکنه. آیا او هم مثل امباپه میتونه یک تازی کنه، قدرت نمایی کنه؟ نیمار جونیور چقدر تو خوبی نیمار، ماشاءالله توپشو گرفتن تو روحت. مهدی طارمی چه پاسی داد به مختاریان. کلیر امباپه پاس میده به مسی پاس تو میده به برونو فرناندز. بزن. وای چهارم بزنیم و چیزی نمونده بود مسی یه پاس گل دیگه بده به نیمار جونیور. چقدر تو خوبی نیمار، چه تکنیک فوق العاده ای داره نیمار جونیور. پاس میده آندرو رابرتسون. ای تو روحت گل خوردیم. مختاریان گل زد. بالاخره بازی رو بردیم. بدون شک پادشاه این بازی کلیان امباپه بوده. امیدوارم از چالش امروز لذت برده باشین. حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله بزنید تا ویدیوهای بیشتری براتون به نمایش در بیاد. منتظر ویدیوهای بعدی ما باشید.